سلام، در این نشر ما برایتان اطراف اولین بازی‌های مرحله پلی-آفی ЄВРО-2024 قصه میکنیم، جایی که قهرمانان فعلی اروپا در سیمای منتخب ایتالیا وقت رقابت ضد شویتساریان یگان قهرمانی نشان ندادند. دسته مراد یکین مقابل شاگردان اسپالتی با حسابی 2-0 ظفر یافت. مؤلف دو گل مهم این دیدار رما فرویلر و روبن وارگاس گردیدند. دسته میزبان یا خود منتخب آلمان باشد مقابل دانیا سر به سر شد و البته که پیروزی به دست آورد. در بازی که وابسته به رعد و برق و باران به مدتی بیش از 20 دقیقه منع کرده شد، اخیراً با شادمانی دسته ناگلزمن در زمین دورتموند پایان یافت. جمال موسیالا و کای هاورتز مؤلف دو گل ارزشمند صاحبان میدان شدند. بعد این بازی در چهارک نهایی تیم آلمانی با اسپانیا بازی میکند. انگلیای خواب‌آلود باشد با سرداری ساوگیت اولین بازی خویش را در پلی آف مقابل اسلواکیا دایر کرد. در این رقابت اسلواکا به شرافت گلش ایوان شرانس تنها در ثانیه‌های اخیر بازی پیروزی را از دست دادند. اگر گل زیبای بلینگهم در دقیقه 95 نمیشد که این علاقه مراتبه صدم و بروقتی از گرفتن جایزه محروم می‌گردید، ولی تا به حال چطور شاهدیم در یورو او با امید است. بعد این البته برای رفتن به پول فینال انگلیس ها را در میدان شویتساری ها انتظارند. اسپانیا باشد چون یگانه دسته دارای نتیجه 100% در رقابت گروهی مقابل گرجستان در پلی آف به پیروزی بزرگ رسید. هرچند دروازه‌بان گرجی ها گیورگی ممرداشویلی به حساب سیف نمود و گرجی ها با خویچ هم زیاد طاقت کردند، ولی بعد هفته گل لنرمن اخیراً 4 گل به دروازه‌شان سر دادند. پیروزی با حسابی 4-1 البته بزرگترین پیروزی در این پلی آف از روی شماره گل ها دانسته شد. دسته دیگری دارای بازی دلگیر کننده عین حال در اروپا این فارانسا است که وقت بازی دور هشتگ نهایی مقابل نسل طلایی پیرژده بلژیا باز هم سر همه را ویران کرد. نه امباپه قهرمانی کرد و نه گریزمان از خود سر و صدا بلند کرد، بلکه دروازه‌بانشان مینیان سیو های بیشتر کرد. تقدیر بازی را باشد در دقیقه 85 دفاعگر بلژیوی ورتانگن حل فصل نمود و با همین فرانسه به مرحله دیگر رفت. پرتغالیا با رونالدو باشد در نوبت خود ضد اسلوونیا عذاب سگ را کشید، هرچند که در 90 دقیقه گل زده نتوانستند و حساب هم 0-0 بود. رونالدو باز در اکسترا تایم پنالتی را گل نزد. همزمان در آخرین اکسترا تایم پپه یک اشتباهی دغل کرد و لیکن کاشته دروازه‌بان سیو عالی نشان داد. همزمان سه سیو پیهم تاریخی دروازه‌بان پرتغالی وقتی پنالتی زنی هم هیچ فراموش نمی شود. خلاص که دسته رونالدو با همین به مرحله دیگر رفت. همین طریق دسته رونالدو بعدین با همشهریان امباپه به میدان می آید. اگر گپ سری بازی دور هشتگ نهایی میان دستای رومانیا و ندرلندی جا هم رواد، اینجا هم نتیجه بزرگ به غیر گرفته شد. دسته رونالد کومن غالبان گروه ای را با حساب 3-0 سر کوفت. از صف منتخب کشوری لاله ها اگرچه کادی گاکپو بهترین بود، ولی دیگران هم بازی 100% داشتند. اکنون در چهارک نهایی ندرلند مقابل ترکیه به میدان می آید. ترکیه باشد در نوبت خود غالبان گروه دی منتخب اوستریا را به طور ناگهانی مغلوب کرد، هرچند که اوستراگی ها با رنگ در این یورو شایسته تعریف بودند، ولی وقتی سر به سر شوی با شاگردان منتلا غیر از یک گل به دوبل مریخ دمیرال به چیزی دیگر رسیدن نتوانستند. بازی های دور چهارک نهایی باشند سر از روز 5 یون آغاز می شوند. خیر.